ایرو برز نچیروان برزنی سروک وزیر هرم کردستان پیشوازی لنوژین مصطفی کچا چالکوان روجاوای کردستان یکو برابانیت بر مافی پنابرین سوریا و روجاوای کردستانش دروی ولاد دکی کرو پیشتوانی خوشبوی نشان ده. ده دیدار خود الگل برز نچیروان برزنی سروک وزیر هرم کردستان نوژین مصطفی رو نهی خست سرکار و چالاکیین خودین کدریانوان و برابانیت بر مافی پنابرین سوریا و روجاوای کردستانش دروی ولاد دکی و هیوی خواست که حکومت هرم کردستان و سروک وزیران کردستان پشتوانی و آلیکاریا وی بکن به تایبەتی که به هیویار خستنه که داب مزرینه که مبزج کم کرنا آلیکاریان جبوی پنابران نچیروان برزانی و رای دست خوشیه لنوژین مصطفی پشتوانی خوش بوی سرخستنه کار و چالاکیین وی نشان ده و هیوی خواست لسر آست نافدولتی و هرمی بردوام به حتی که به جوازی ببیت دنگ حمو پیکاتیان لسوریه. هروها سروک وزیران کردستان هیوی خواست که روش آسایی به و حمو پنابر بکار بن وگرنه سرمال و ملکین خو دست به جیانک آسایی بکن. نوژین مصطفی کچا خودان پیدوین تایبت خلک کوبانی و به مبسته به اجداریه ده پروگرام ایدکس نشتیمان لحولیر سردان هرم کردستان کریا. نوژین مصطفی به صدم هبون شرل سوریه لگل مالبات خواج سوریه رویایه و جبرکو خودان پیدوین تایبت باره پنابریه لسر ملیوی قرستر بوا 6000 کیلومتر به پیو بلم و پاسان بریا حتی کو گهشتیا در وی سوریه. او چالکوانا روجاوای کردستان به هف بشیل گل کریستینیا لامپ کتیبک بناوی گشتا که مزنا کچکل سر کرسیا کم اندام لسوریا ولات شردن نویسیا و پشرجی بجداری ل ایدی اکس کریا.